سلام دوستا، خوش آمدین به پارت دوم سارا در سفینه. سفینه روی سیاره یابی فرود آمد. سارا از سفینه پیاده شد و با صحنه‌های شگفت‌انگیز روبرو شد. درختان با برگ‌های درخشان، گل‌های با رنگ‌های زنده و رودخانه‌های از نور در سر سیاره جاری بود. موجودات عجیب و غریب اما مهربانی در اطراف او پرواز می‌کردند و با لبخند به او خوش آمدید می‌گفتند. اینجا سیاره آرزوها، مکانی که رویاها به حقیقت می‌پیوستند. سارا با موجودات سیاره ارتباط برقرار کرد و آنها به او نشان دادند که چگونه می‌تواند آرزوهای خود را به واقعیت تبدیل کند. در مرکز سیاره معبد باستانی وجود داشت. سارا به سمت معبد رفت و در آنجا با نگهبان آرزوها ملاقات کرد. نگهبان آرزوها موجود نورانی و دانا بود که سالها بود از آرزوهای کیهانی محافظت میکرد. نگهبان آرزوها به سارا گفت: سارا، تو به اینجا آمده ای تا قدرت آرزو را درک کنی. هر آرزویی که از ته قلب باشد میتواند جهان را تغییر دهد. سارا با راهنمای نگهبان آرزوها چشمانش را بست و عمیقاً آرزو کرد. او آرزو کرد که همیشه مردم روی زمین در صلح و آرامی زندگی کنند و رویاهایش به حقیقت بپیوندد. پس از لحظاتی سارا چشمانش را باز کرد و احساس کرد که قدرت عظیمی در درونش بیدار شده است. نگهبان آرزوها لبخندی زد و گفت: تو قدرت آرزو را درک کرده ای؟ سارا اکنون زمان بازگشت به خانه است. سارا به سفینه بازگشت و به سمت زمین حرکت کرد و از پنجره به سیاره آرزوها نگاه میکرد که هر لحظه دورتر میشد. او میدانست که این سفر را هرگز فراموش نخواهد کرد. سارا در اتاق خواب خود بیدار شد. نور خورشید از پنجره به داخل میتابید. او احساس میکرد که سفرش یک رویا بوده است، اما وقتی به دستش نگاه کرد یک ستاره کوچک و درخشان را دید که روی پوستش حک شده بود. سارا میدانست که سفرش واقعی بوده است. او با درسی بزرگ از سفر به کهکشان آرزوها بازگشته بود. هر آرزویی که از ته دل باشد میتواند جهان را تغییر دهد. از آن روز به بعد سارا با نگاه جدید به زندگی و دنیای اطرافش نگاه میکرد. او میدانست که قدرت رویاها و آرزوهای بی حد و حصر است و او میتواند با آرزوهایش دنیا را به مکان بهتر تبدیل کند. تشکر دوستان از توجهتان. امید که چینل ما را لایک، شیر و سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، داستان جدید، بدرود.